یو عشقای فرنام چطورن؟ عشقای فرنام میخواستم بهتون بگم که جاتون تو دل من امنه. من هیچ جا نمیرم. باندامونو خریدیم، ریسمونو کشیدیم که حالا تست نورش هم براتون میذارم. این ماشین کلا کارهایی که الان تو ذهنمه برای دو تا فعلا تو ذهنم، ولی کار دیگه ای با این ماشین داریم. یکی سه چراغ عقبش عوض کنیم و دومی بود که بهتون گفتم کمک شکسته رو بریم درستش کنیم. بعد میخواستم بهتون بگم این حالا حالت پروژه که ما الان داریم، روی ماشین داریم کار میکنیم، ولی یه چیز دیگه این دفعه ما روی ماشین کار نمی کنیم. هم روی ماشین کار میکنیم، هم گیم میزنیم با هم دیگه، هم حالا یه چالش حالتی با هم دیگه اوکی میکنیم. آقا این از اینا بود که میخواستم یه چند وقت بگم که ما قراره یه چند تا پروژه جدیدم، یه فیلمم، اولین فیلمی که از پروژه های جدیدمون در راهه که الانم که دارم این فیلم میگیرم اوکیش کردم، فقط مونده ادیتش بزنم دیگه آپلودش کنم. روم تور اتاق که ببینید آیا اتاق یک فرد ماشین باز چطوریه، نظرتون چیه؟ بچه من یه چی هم تو زنم اومد میخواستم بهتون بگم. اگر دوست دارید خود منم، چون من معمولا توی ویدیوها خودم رو نشون نمیدم، چون که فعلا خودم رو نشون بدم. اگر دوست دارید خودم رو نشون بدم و پای گیم هم خودم نشون بدم، فقط باید کار کنید. اگر اونایی که سابسکرایب هم کردن 10 تا بشن، الان 5 تاییم، 10 تایی بشیم، من به مناسبت 10 تاییمون خودم رو نشون میدم. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو رو نگاه کردی. اگر تا آخر این ویدیو رو نگاه کردی، شما علاقه به ماشین داری یا من؟ خب مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو رو نگاه کردی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منی داداش. اگر تا اینجا ویدیو نگاه کرده، بدون جات تو قلب من هست. مرسی ازت. خدا نگهدار.